میکنیم بیاد و یه برنامه فوق‌العاده پرهیجان برای همه شما دوستان عزیز و برای شما بینندگان محترم اجرا بکنه. کسی که از برج میلاد پله‌های برج، شما برو بیا من توضیح بدم. کسی که دوستان عزیز، بینندگان عزیز اگر ندیدن، فوق‌العاده جذاب و تماشایی است کار این عزیز دلمون. نوجوانی است که کل پله‌های برج میلاد رو با توپ کوچیک بالا رفته و پایین اومده. 10 تا رکورد گینس داره. تنها کسی است که با توپ‌های کوچولو، با تیله‌های اومد، من داشتم توضیح میدادم. آره، با تیله‌های کوچولو تا توپ‌های بزرگ با همشون حرکات نمایشی با دست و پا و سر و گردن انجام میده. یک برنامه بسیار جذاب. از 9 سالگی کار خودش آغاز کرده، چندین بار فاصله میدان انقلاب تا آزادی رو روپایی زده. فکر کنید از انقلاب تا آزادی روپایی زده و توقف نکرده، مخصوصا در بین اون جمعیت عظیم که معمولا در روزهای تاریخی در این فاصله حرکت میکنند. از 9 سالگی از میدان امام حسین تا میدان انقلاب و از اونجا تا میدان فلسطین رو روپایی زده و در سالروز رحلت امام از جماران تا مرقد حضرت امام به مدت 12 ساعت 108,000 روپایی زده به مسافت 50 کیلومتر. و به مناسبت میلاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از حرم حضرت معصومه تا جمکران به مدت 4 ساعت روپایی زده و همطور که امیر افشار گفت از 1864 پله برج میلاد با توپ روپایی زده و این پله ها رو بالا رفته. فکر کنید آدم همطور سعی و سالم نمیتونه همطور خودش راه بره اون پله ها رو. و 10 رکورد جهانی داشته و رکوردهای گینس رو شکسته و همطور که امیر گفت با توپ‌های مختلف بازی کرده. به افتخارش یه دست خیلی عالی بزنید. می‌بینیم اون برو ببینم چیکار می‌کنی. دستا حالا ببین خوشم میاد تمام پیرناشم قرمزه توپش آبیه، همه بچه های با حال قرمزن. توپش آبیه محمود جان، نگاه کن اصل توپه. خب با آبی بازی میکنن، با آبی همیشه بازی میکنن. ماشاءالله ببینید توپ اصلا تکون نمیخوره، لباس عوض میشه، بازم قرمز. حالا دوباره میپوشه. ماشاءالله نگاه ماشاءالله. تازه نه احمدزاده زیرپوشش رو میخواد عوض کنه، باید جلو آینه باشه چون نمیدونه چجوری لباسش رو بپوشه. این فکر کنید با توپ داره این کارو میکنه. بزن رو مداد پرچما بالا 12,000 پرچم دست شماست. ماشاءالله. باریکالله. ماشاءالله آفرین. این جون خودم حاضر بودم یه چشم نداشتم این کارا رو بلد بودم بکنم. فکر کنید این چند سال پیرم پوشیده. ماشاءالله. حالا دوباره بده من برای درستش کنم.
بله البته به جز این توپ محمود جان ماشاءالله فخاری عزیز با دیده های کوچیک هم آقای فخاری فقط یه دقیقه دیگه بحث داری، هر کاری که بلدی انجام بده، بهتریناش انجام بده، یه دقیقه بحث داری ماشاءالله، یه دقیقه بحث داری. خیلی حرکات فوق العاده سختی. اگر میشد بعد از این مسابقه بین حضار میگذاشتید ببینید یک دونه از این حرکت ها رو نمیتونن انجام بدن. امیدوارم این دوربین روی LED ها نشون بده شما ببینید توپای خیلی کوچولو کم کم کوچیک‌تر میشه تا میرسه به دیده. الان داره با نارنجی بازی میکنه، نارنجی یه کوچیک‌تر از این هم هست. حالا با تخم برغ که این روزا متاسفانه چینیش به بازار اومده، دیدی اصلا زردش قاطی سفید قاطیه. بابا تخم مرغای خودمون رو بدیم بخوریم. این تخم مرغ چینی ها چیه؟ تو رو قرآن اومده بازار. آقای بازرگانی به داد ما بریم. خیلی سخت، این بیضیه، حالت توپ نداره، این از همه حرکاتش سخت، جای تشویق داره، جای تشویق. قربونت برم سعید عزیز هم تبریک دیگه، ایام ولادت شعبانی خدمتتون برای شما و پدر بزرگوارت آرزو موفقیت میکنیم. اجازه بدید در این لحظه من دعوت بکنم از حضور گرانقدر یک شهردار ارجمند از شهرداران مناطق 22گانه تهران